امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه حکومت خودخوانده طالبان ادعای سازمان پیمان امنیتی دستجمع اودکبه در مورد حضور 4000 جنگجوی شاخه خراسان گروه تروریستی به نام دولت اسلامی یا داعش در مرز افغانستان با تاجیکستان را رد کرد. متقی که 15 فوریه سال 2023 در گردجمعی رهبران طالبان برای تجلیل 34مین سالگرد خروج نیروهای شوروی از افغانستان در کابل صحبت کرده گفت همسایه‌های شمالی ما نشست داشتند و در آن اعلان شد که در شمال افغانستان هزاران داعش جمع شدند و این برای ما خطر است. ما به آنها این موضوع را واضح میگوییم که اگر در افغانستان یک داعشی سر بلند کند سرکوب می شود. این چه معنا دارد که هزاران نفر در یک جا جمع شدند و نه کسی آنها را می‌بیند و نه کسی از آنها خبر دارد. هر کسی می‌تواند بیاید ببیند و با ما مذاکره کند ولی اتهام وارد نکند و این ملت بیچاره و جنگ زده را تهدید نکند. روز 14 فوریه سال 2023 سردار ستاد مشترک اودکبه گنرال آناتولی سیدروف در نشست خبری خود گفته بود که شماره جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه تروریستی داعش در افغانستان به حدود 6500 نفر رسیده است و از این میان حدود 4000 عضو داعش در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان در ولایت‌های بدخشان، قندهار و تخار جابجا شدند. همزمان او تاکید نمود که اگر تهدیدی از افغانستان علیه تاجیکستان صورت بگیرد نیروهای اودکبه در ظرف 12 ساعت به آن پاسخ خواهند داد. در همین حال رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 فوریه اظهارات گنرال آناتولی سیدروف را در رابطه به حضور جنگیان داعش در مرز افغانستان و تاجیکستان شرح داد و گفت نیروهای تاجیکستان برای رفع همه نمود تهدیدها آماده اند. یکی از وظیفه‌های مهم زیرساختارهای ما همراه کمیته دولتی امنیت ملی، قشون‌های سرحدی و دیگر مقامات قدرتی مسئول تامین بی‌خطری در مرز است. ما همیشه تیار هستیم که در چنین حالت‌ها عمل کنیم.